با مقصد اجرای قرار رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده جهت گرامی داشته هنرپیشه شایسته تاجیکستان شادروان عالمی اسکندری با مناسبت 65مین سالگرد مولودش در مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی شهر و دهات پنجکین سلسله چاره‌بینی‌های بزرگداشتی این آوازخوان نکونام ادامه دارد. با اقدام سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3 شهر پنجکین وارث باباجانوف هیئت آموزگاران و خوانندگان در این مؤسسه تعلیمی با گرامی داشتی هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان عالمی اسکندر یک محفل معرفتی و ادبی و فرهنگی برگزار گردید. این محفل گرامی داشت را سرور مؤسسه تعلیمی وارث باباجانوف حسنی آغاز بخشید. السلام علیکم میهمانان و حاضرین گرامی، مسلم است که هر یک خلق و دولت ملت را با صنعت و فرهنگ مدنیت شخصان برومند و نومیدتونش میشناسند و ارزش‌گذاری میکنند. از 1 اکتبر سال روان تحت رقم 386 دایر به تجدید 65 سالگی ولادت هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان عالم بابایف در شهر پنجکین قرار رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق به تفصیل رسیده است. با همین مقصد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکین که زندگیات عالم بابایف اینجا تحصیل کرده بودند مراسم یادبود برگزار می‌گردد. در این چهاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، شاعر و نویسندگان، روزنامه‌نگاران، اهل فرهنگ و صنعت شهر پنجکین اشتراک دارند. من همه شما را به این بارگاه علم و معرفت خیر مقدم نور دیده تاجی سر می‌گویم. عالم بابایف فارغ التحصیل دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده می باشد. او در این درگاه هنر از استادان صنعت برنای اسحاق و بای محمد نیازوف، نیریا امین و نازکی سرایندگی را آموخته است. عالم بابایف هنوز در آوان طالب علم بودن با سرود هجوی رسام و من ورزشگر می شوم در آزمون بین مکتب بچگان که در شهر خوجند برگزار گردیده بود هنرنمایی نموده سزاوار جای اول می گردد. اینچنین او هنگام دانشجویی در سمپوزیوم بین الخلقی جوانان اتحاد شوروی در شهر خیوه و در سمپوزیوم دوم بین الخلقی موسیقی شناسان در شهر سمرقند اشتراک کرده از جانب حکمان بهای بلند می گیرد و در این زمینه ملکه و مهارت کسبی خود را تکمیل داده تجربه خود را بای می نماید. عالم بابایف پس از ختم دانشکده مدت چند در فیلارمونی دولتی تاجیکستان و انسامبل دولتی 6 مقامی به نام استاد فضل‌الدین شهابی کمیته تلویزیون و رادیوی نقد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده است. او در خانه مدنیت شهر پنجکین به حیث آوازخوان زحمت کشیده اینچنین رهبرت نوسفران عالم صنعت گردیده است. قابل ذکر است که عالم بابایف در دنیای هنر سبک و اسلوب خاصه سرایندگی خود را دارد. صدای قوی و فارم را خداوند به او ارزانی داشته است. شعر را خیلی خوب درک میکرد، آهنگ را در هوای معنا میجوست. اگر گوییم عالم بابایف در 6 مقام صدایی همتا ندارد خطا نخواهیم کرد. در این محفل گرامی داشت نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین سید یونسی پیرامون نقش و مقام شادروان عالمی اسکندر سخن گفت و با اهل خانواده و همه آنهایی که در این محفل اشتراک داشتند از نام رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده نسبت این سراینده اندیشه های خیلی جالب را بیان کرد. امروز در فضای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخصوص با تشبس‌های سازنده و ارزش‌گذارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کشور ما
سالگرد و سنه‌های مبارک عمر شخصیت‌های معروف کشور عرضگزاری کرده می‌شود. البته امروز این محفل یاد بوده که به خاطر گرامی داشتی هنرپیشه شایسته تاجیکستان زنده یاد عالم بابایف برگزار شده ایستاده است. در اساس همین دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت به خاطر گرامی داشتی خاطره ابرمردان تاریخ خلق تاجیک فرهنگ هنر ادب برگزار می شود. البته ما باید در اینجا درباره مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ بخصوص رئیس ولایت سوخ معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده مخصوص برای تجلیل همین 65 جمین سالگرد زادروز این خانیاگری ممتاز در شهر پنجکین مساعدت نمودند و بنابر همین در تاریخ 31 اکتبر سال روان تحت رقم 386 قرار رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده درباره تجلیل 65 سالگی هنرپیشه شایسته تاجیکستان عالم بابایف به تصویب رسید. همه پنجکینتیان خوب میدونند که مرحوم عالم بابایف در همین بارگاه هنر در مکتب سه شهر تحصیل نموده بعداً به قله‌های بلند صنعت پرواز کرده است. خدمتی که عالم بابایف انجام داده است هیچ وقت کاسته نمی‌گردد و مانند یک زر بود که در خاک پنجکین نهفته بود و امروز خوشبختانه با تشبث رئیس شهر پنجکین همین گوهری تابناک همین زری خالص از نو رونمایی کرد و ما دوباره چهره عالم بابایف را همچون یک شخص بزرگی که در رشد صنعت شش مقام و هنر و صنعت تاجیک سهم گذاشته است روبرو می‌شویم. خاک زرخیز پنجکین شخصیت‌های بزرگی را به جهانیان و به کشوری ما عطا کرده است که از جمله ابو عبدالله رودکی، لایق شیرعلی، سواربان، برون کوهزاد، چندین حافظان نامدار کشور و از جمله یکی از اینها مرحوم عالم بابایف است. البته ما باور داریم که اون محبتی که مردم پنجکین به هنرپیشه شایسته تاجیکستان عالم بابایف دارد بسیار محبتی صمیمی است، زیرا در هر کوچه در هر خانه از هر ماشینی که از کنارتون میگذرد طرف خانه کجای نریم چی میکنند صدای عالم بابایف زمزمه میکنند و ما باور داریم که عالم بابایف وفات نکرده است. او در صدایش در هنرش زنده مانده است. برای شما خاطره 65مین سالگرد عالم بابایف را گرامی باد گفته بیان می‌نمایم. سلامت باشید. در این محفل یاد بود روزنامه‌نگار تردبای سالیزاده خاطرات خویش را درباره شادروان ابراز نمود. ادیب شناخته اسماعیل ظریفی ضمن سخنرانی خویش درباره عالم اسکندر چند شعر ایجاد کرده‌اش را قرائت کرد. همصنف شادروان قابلجان بابایف در این محفل پیرامون سالهای کودکی، نورسی، مکتبخانه خاطره‌های خویش را بیان کرده همزمان اظهار داشت که واقعاً عالم اسکندر یکی از صنعتکاران ورزیده و نامور کشوری عزیزی ما می باشد. سابقه دار مهنت جمعه‌بای سنگینوف در این محفل اظهار داشت که واقعاً عالم اسکندر پیرو پدر هنرمندش اسکندر تنبوری بود و یاد او را مردم پنجکین هیچگاه فراموش نخواهند کرد. از طرف خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3 برای اشتراکچیان این محفل برنامه ادبی و فرهنگی با قرائت شعرها در وصف روانشاد عالم اسکندر، قرائت خاطره های همشیره شادروان دلبر بابای و دیگر صحنه های خیلی تاثیر بخش
پیشنهاد حاضرین گردانیده شد که واقعا بار دیگر خاطره عالم اسکندر را از نو زنده کرد. از طرف یکی از سرانده های نامداری بخش فرهنگی شهر پنجکین، یکی از شاگردان شادروان، آوازخوان بخش فرهنگی شهر پنجکین حامد بابا مرادوف با اجرای یک ترانه خیلی مرغوب یاد استاد خویش را گرامی داشت. همینطور این محفل یاد بود خیلی جالب تاثیر بخش برگزار شد. همگان بار دیگر از این صنعتکار واقعا نامدار هنرپیشه شایسته تاجیکستان با یک افتخار یاد کردند. در خادمه این محفل همسر شادروان زرینه شایی و با راهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 آموزگاران و دیگر مسئولین عرض سپاس خانواده خویش را بیان کرد. قرض داریم از آسمان و زمین، از همه هرچی هست در دنیا، از وطن قرضداری جانبازی، از زمان قرضداری خدمت ها. در جهان فرهنگ و تمدن هر یک ملت و خلقیت را با وسیله زبان، ادبیات و صنعت و هنرش میشناسند و قدر میکنند. خوشبختانه گذشتگانی آینده بین و دوراندیش ما به ادبیات و فرهنگ همچون ضرورات مهمی زندگی انسانی توجهی بیشتری ظاهر نمودند. با نصرت استقلال و تدبیرهای فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نام شخصیت‌های معروف و چهره‌های ماندگار ادبیات و هنر خلقمان به طور بی سابقه معرفی شده، آثار بی‌زوال ادبی، صنعت و هنر آنان چون مایه افتخار ملی گرامی داشته می شود. با پیروی به این تدبیرهای فرهنگ دوستانه و ادب پرورانه سرور دولتمان رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده نیز جهت گرامی داشتن خاطره و نام نیک بزرگان علم و ادب، صنعت و هنر تاجیک در مقیاس ولایت بیشتر توجه ظاهر کرده برای به طور شایسته برگزار کردن سالگرد سنه‌های مبارک عمر آنان مساعدت می‌نماید. نتیجه همین گونه مناسبت قدرشناسانه، ارزیابی خالصانه و خاطر نگاهداری صمیمی بر بزرگان علم و ادب، صنعت و هنر تاجیک در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت امسال در شهر پنجکین با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت 65 سالگی 6 مقام سرای معروف کشور هنرپیشه شایسته تاجیکستان عالم بابای برگزار می شود. پنجکین چون پاره از سرزمین پاک سوخت شریف و وادی نامداری زرافشان با بیش از 380 یادگاری معدنی خود از جمله سرزم باستان با تاریخ پیشینه 5500 سالش که به دوره‌های تاریخی دیرین یعنی آخر عصر سند و اول عصر برنجی و پنجکین قدیم که نقطه اوج ترقیات معدنی آن به عصرهای 58 میلادی منسوب است، در سینه خود این همه مکانهای تاریخی و یادگاری‌های کهن معدنی را چون گوهری تابناک حفظ نگهداری نموده، همزمان مثل مادر مشفق در کنار بهشتی خود صدها بزرگان علم و ادب و صنعت و هنر ملت تاجیک را پرورده است و به اهل کشور و جهان اهدا کرده است. امروز پنجکین باستانی با تاریخ شکوهمند خود من جمله سرزم باستان که سال 2010 و پنجکین قدیم تلی خمتوده کاریزی فرمیتن
حسینکارز و مقبره خواجه محمد بشارا و قلعه سنجرشاه که ماه سپتامبر سال 2023 در قطار 15 یادگاری‌های دیگری معدنی منطقه‌های تاجیکستان شامل فهرست میراثی فرهنگ جهانی یونسکو در بین دیگر شهرهای کهن کشورمان مقام ویژه داشته، چون زادگاه شریف چندین بزرگان علم و ادب و صنعت و هنر کلاسیک و معاصرمان مانند آدم و شعرا ابی عبدالله رودکی، لایق شرلی، عبید رجب، ساربان، ارون کوهزاد، افضلشاه شادی، نگینه امانقلова، عالم بابایف و دیگران نه تنها در مقیاس جمهوری بلکه بیرون از مرز وطنمان نیز شهرت زیاد دارد. صنعت سرایندگی و نوازندگی مردمی یکی از هنرهای رشد یافته در شهر می باشد که خشت اول این کاخ بزرگ هنر هنوز سالهای 50-70 سده 20 از طرف سرایندگان و نوازندگان مردمی مانند گلاب امانов، اسکندر بابایف، تیمور جلیلov، عمری بحریев، خاصیت خواجه‌یeva و دیگران نهاده شد. عالم بابایف، افضلشاه شادیев، نگینه امانقلova یکی از نخستین شاگردان این مکتب سنتی مردمی کشور می باشند که امروز نامشان چون هنرپیشگان شایسته بر سر زبانهای مردم کشور و خارج از آن است. اینجا لازم می‌دانند که درباره شخصیت اجتماعی و هنری حافظ شناخته کشور عالم بابایف دو سه سخن به زبان آورم. عالم بابایف سال 1958 در شهر پنجکین در خانواده سراینده محلی اسکندر تنبوری چشم به عالم هستی باز کرد. هنوز هنگام تحصیل در مکتب میانه رقم 3 شهر پنجکین تحصیل ابتدایی و میل و رغبت زیاد به سرود و آهنگ‌های کلاسیکی پیدا نمود و او را وادار می‌کرد که عضو محفل باشد و او به سرود و آهنگ‌های کلاسیکی مراغ ظاهر نماید. دوران نورسی و نوجوانی عالم در کنار پدر صنعتکارش اسکندر تنبوری که محفل‌آوری اکثر بزم و معرکه‌های ساکنان شهر و دیگر منطقه‌های کشور بود سپری شده. این محفلگردی‌ها چون مکتب اصلی آموزش هنر آوازخوانی برای او در تربیت و به دست آوردن ملکه خوب هنری شرایط مساعد فراهم آورد. همین خدمت‌های شایان تحسین عالم بابایف در رشد موسیقی ملی بود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدردانی گردید. استوار کردن لوحه یادبود بر سر تربت این سراینده خوش‌الهام نهاده شدن نام عالم بابایف به مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ شهر پنجکین در اساس مجلس وکیلان خلقی ولایت سوق از 20 سپتامبر سال 2024 رقم 507 افتتاح شورای یادنامه بر این بارگاه هنر انتشار مجموعه سرود و ناتهایش زیر عنوان سرخبار سرعزم و کتاب یادنامه عالم بابایف در عرفه جشن 65 سالگی هنرپیشه شایسته تاجیکستان انجام داده شده است. عالم بابایف گرچند در سن 54 سالگی یعنی 8 فوریه سال 2012 از جهان درگذشت، ولی خاطره نیکو مجموع سرود و یادنامه های در دل ما مانده است. یادت بخیر باد سراینده ممتازی روانشاد. خاطره های دلبر بابای و از زندگی برادرش. یادنامه از دلبر بابای و وقتی که تقایم از دنیا گذشتن از سازش ها و ناله های مادرم دریافتم که چی سنگین است از دست دادن شخصی عزیز خاصه برادر. بخبرم که روز این فاجعه به سر من هم می آید. برادرم حافظی نامدار عالم بابایف برایم گوهری نایاب و ایدئال زندگیم بودند. هرگاه که به خانه می آمدم گویا که درونی کوزه ها گلها و درونی سینه ها دلها می شکفتند، اما چی زود این گلها و این دلها از شکفتن باز ماندند. اشک گلوگیرم می شود، خاطره ها برایم خنده می زند. تخمینا سالهای 70 بود که استاد جربک مرادوف به خانه من به مهمانی آمدند. آن وقتها سیم و تنبور کمیافت بود و پدر
برادرم آن را با واسطه دستشان از سمرقند دسترس می‌کردند. آن روز یک چند سیمتار به استاد جوربک هم دادند. استاد تارهایشان را جور کردند و سرودی کاش در بز دلبری داشتم را خواندند. من دویده به بیرون برآمده مادرم را با آغوش گرفته گفتم که جوربک درباره من سرود میخواند و در سرودشان نام من را گرفتند. همه میخندیدند. بعد این حکایم هنگام هنرنمایی در صحنه در متن سرودشان کلمه دلبر باشد مرا میگفتند و میخندیدند. این اشاره به همین خاطره ها بوده است. ما همدیگر را با زادروز خیلی صمیمی تبریک میکردیم. در زادروز خود آن کس را سحر انتظار میشدم تا دیرگاه می نشستیم و خرسندی میکردیم. رسول الله عبدالشکور دختری نامی شهر مهمانی همیشگی زادروزی آن کس بودند. حیف که دختر نیز بر محل ما را ترک گفتند و همنشینی برادرم را اختیار نمودند. اما دیگر مولود برادرم برایم گران است. به تبریکشان با دلی صد پاره سری قبر می روم. تنها دستگول تحفه زادروزی به دست. زادروزی توست به تو روزی اندوهی گران است. تاریخ خاموشی تو شاهی در سکوتی غمفغان است. زندگی را دوست دارم با همه نیک و بدش. باز بهار آمد با همه شکوه و شهامتش، با همه ناز و کرشمه اش. از خردی بهار را دوست می داشتم. شاید اولها برای پیراهنی اطلس به بر کردن باشد، همراهی آیله به کوه و پشته ها رفتن باشد. اما بعدها زادروزی برادر بزرگم را انتظار می شدم، چون آن کس نیز بهاری بودند و از فیضشان خانه ما همیشه بهاری. برادر داشتن دولتی بزرگی بوده است. یاد دارم در وقتی نورسی و جوانی از کسی بیم نداشتم، چون برادر داشتم. پشت و پناه، حمایتگر، جان و جگر داشتم. باز جشن مولودی برادرم است، اما 12 سال است که آمدن بهار را چندان خوش ندارم. آن بهاری نازنین و شادی آور را دیگر چندان دوست ندارم. مولودی برادرم چندان برایم شادی فضا نیست. من و تنهایی آوازی شیرینی برادرم را همراه جشن میگیرم زادروز را، اما روزی زادروزشان برایم روزی نیکوست. نکهتی گلهای خوشبوی بهاری من کجاست؟ میگویند که با فرزند پدر روح یک است و جسم جدا. هرچند 11 سال سپری گشته است، آن روزی شوم را فراموش کردن نمیتوانم. بهمن ماه 8 فوریه پدرم را از ما برد. مرگ والدین میراث میگویند طاقت کردم. و باز 8 فوریه آمد و برادرم را از ما برد. برادری که از کودکی پشت و پناه حمایت برم بود. برادری که آر و ناموس داشت، ناترس بود. درباره هنر عالم بابایف خیلی گفتند و نوشتند. یک حافظ ازبکستان رحمت جان قربانov گفته است: آوازی که عالم جان دارد ممکن قوی‌تر از آوازی باربد باشد. حیف و صد دریغ آن آواز. از صحنه ها او را می جویم، صحنه ها خالی است. به کوچه ها می نگرم، کوچه ها خالی است. و به خود گفتم دیگر یاد نمی کنم. دروازه کسی را دیدم، رقمش 58. گفتم تولدی اکام بوده است. راهروان از طرفخانه و ماشین ها، حتی از تلفن راهگذرها آوازشان می آمد. گفتم که یادی کودکی نقش بر سنگ بوده است و زدوده نمی گشته است.
مگر می شود دیگر یاد نکرد. زندگی را دوست می داشتند، شب زنده‌داری و کتابخوانی را هم دوست می داشتند. خانه‌شان پر از کتاب بود و همه‌شان را خوانده بودند. کتاب‌های خانه مرا هم خوانده بودند. خاطره قوی داشتند. آیات‌های قرآن را از یاد می گفتند. صحیفه‌هایش را هم می دانستند. این تاریخ نیست، این حقیقت است. بیریزد در سری قبری تو آبی دیده های من، رسد بر گوش ارواحی من و تو الحمد و دعای من. تو خاموشی قطاری رفتگانی خاک خاموشان، ولی در یادی من هستی همیشه هم صدای من. هرگاه دلتنگ می شوم سری قبرشان می آیم، با خاک گفتگو می کنم و خاطره ها پیش نظر می آیند. بار سکوت کرده نشسته بودند که دلاور پسری ابر استاد لایق شیرعلی به زیارتشان آمدند. پس از دعای فاتحه از خاطره هایشان نقل کردند. روزه از استاد پرسیدند که چی می شود در آخری سرودی گلی من به جای عروسی خوشقدی چلکاکلی من عروسی خوشقدی بیکاکلی من خوانم. استاد لایق با تبسم گفتند عالم جان به شما همه چیز ممکن، خواهید عروسی کل گفته خوانید. چه یادهای پردرد و شیرین، چه لحظه های فراموش نشونده. با خماری کودکی هایش دلم گو میزند. دلبر بابای و خواهری خونین جگر، دیدار در قیامت برادری هنرمندی پر ارمان و بهار و ناموسم. آفتابم زیر خاک و این منی خونین جگر، خاک بر سر می کنم تا آفتاب آید مرا. محیطی کودکی ما لبالبی هنر و صنعت بود. یاد دارم شاعری بزرگ زمان امکی تیموری چلال را. آن کس آمده با پدرم یک جایه سرود تیار میکردند و من و اکام آنها را گوش میدادیم. هر بار به خانه ما می آمدند برای ما شیرینی و دانه های آفتاب پرست می آوردند. دستی راستی آن کس چاق چیله نداشت که آن را در جنگ نیمیز گم کرده بودند. هر بار به من چیزی دادنی می شدند من می گفتم به من با دیگر دستتان دهید، این دستتان کم می برد. خوب می گفتند و می خندیدند. هر بار با برادری زنده یادم این گذشتگان را یاد می کرده، هیچ باورم نمی آید که خودشان هم ترک من و این دنیا می کنند. باز بهمن ماه می رسد یاد خاطره های پرغم و غصه، باز قلبم را می فشارم. اما چی علاج، چی آید از دستی من و سامان من؟ خود را تسکین می کنم که مرگ پایانی هنر نیست. برادری من در دل و دیده های مردم تا دلها زنده خواهم بود. دلبر بابای و خواهری خونی جگر بهمن ماه سال 2012 عالی بابایف در بیمارخانه بستری بودند. ناگاه یک زن با پسر بچه به دیدار بینیشان آمد و گفت عالم جان افسوس که کسل بوده اید. این نبیره من است. پدرش در مهاجرت وفات کرد و آرزو داشت که پسرش را ختنه‌سور کند و شما در توی خدمت کنید. زن آبی چشمش را داشته نتوانسته زار زار گریه کرد. استاد عالی سراغه زن را گرفته روز توی را نیز روی خط کرده گرفتند. سردختوری همان وقته شادی را جه زده وضعیت را فهماندند. دکتر همسیفشان بودند میدانستند که مانعه کردن بیفایده است. روی خط را گرفته رفتند و همه کمبوجه ها را خریده به خانه آن زن روان کردند. روزی توی آمد. استاد توی را نفس گذراندند. گرچند درد جگر عذابشان میداد. روزها گذشتند و استاد ما را پدرود گفتند. این بود یک گفتار از زندگی استاد. برای استاد قدر آدم از همه چیز بالاتر است.
قرائت شعرها در وصف شادروان علی بابایی. به گفت شاعری نیکبین شهاب‌الدین شجاع، تو در این ده نگنجیدی و سوگوار و اشک دل نوشت. او در این دنیا نگنجید، او در این دنیا میون ما نگنجید. گرچه با ما بود تنها بود، دردی او دردی زمان بود، دردی انسان بود، قسمتی فرزانگان بود. دردی او در قالب یک دل نمی گنجید، وسعتش تا بیکران بود. هرگه او می سرایید پشت حضر و بلخ آهنگوهایش، در بلندی صدایش، در غریب و ناله‌هایش شور و عصیان بود. گویا او با فلک دست و گریبان بود. به شتابان رفت، با غم و فریاد و ارمان رفت. در نگاهی ما یک استاره پران، یک درخشید و سپس در ما و روی آسمان از چشم پنهان رفت. حیات به تو نامهربانی کرد، تو را هم شهری ها نشناختند، ندانستند وقتها از محفل ها دور بودی. تو در حقیقت در خود و در عالم هنر نگنجیدی، ولی در سینه مردم هنر، در یادی صنعتکاران صاحب نام و مردم زیبا پرست مکان یافتی. خرد و بزرگ در سرودهای تو آوای زیبایی را، صدای زندگی را، نوای دلهای لبریز از عشق و مهر را میشنوند و میگویند. نوای او نوای نای جان بود، زبان عاجز شرح او زبان بود و افسون عجب رامشگر کوه. نوایش نغمه‌های آسمان بود. ای خونیاگری ها تو را یاد کرده ام، در ایجادیاتت، در گفتار و رفتارت، در نگاه پیوندانت که در سماع عکس صدا می‌دهد. می رود یاد من از پشت صدایت عالی، می شود آب دلی من به نوایت عالی. دوش از گردش ایام به هم می گفتیم، حال من شکوه کنم به تو به جایت عالی. تار در دست نوازشگری تو می نالید، از مقامی که در آن بود صدایت عالی. جامعه بود هنر دوخته بر قامت تو، جامعه شد جامعه من بهر صدایت عالی. دل تو خسته ز خواری هنر بود و شکست، شش مقام است پر از سوز و ادایت عالی. به کجا راه گرفتی تو از این هیجستان، ای بهشتی ابدی خفته بنایت عالی. خاطره ها از روزگاری شادروان علی بابایی. روزنامه‌نگار سلیم ایوبزاد. پدرود عالمی اسکندری، آوازخوانی بزرگ تاجیک. عالمی اسکندری، پسری اسکندری تنبوری، روز 8 فوریه سال 2012 در سن 54 سالگی در شهر دوشنبه از جهان چشم پوشید. هنرمندی اصیل از میان رفت که نتوانست بعد از جنگ تاجیکستان دوباره به خود آید و پیراهی خود ادامه دهد. شخصی حساسی که زخم‌های روانیش دیگر شفا نیافت و مردی با غروری که نتوانست سر تملق و زمان سازی خم کند. اگر از صدای خداداد و
تدیر و دانش‌هایی که در علم موسیقی و ادبیات اندوخته بود بهترین استفاده صورت می‌گرفت. صدها شاهکار به محضن موسیقی تاجیک می‌ریخت. حق مالکیت این ملت به شاه اثر موسیقی جهان شش مقام با دلیل‌های ردناپذیر مسلح‌تر می‌گردید. دریغا هزار دریغ که نسبت این هنرمند نادر ناپسندی و بی‌اعتنایی شد و از دلنشینی شاعر نسل‌های بعدی را از ارزش‌های بزرگ موسیقی محروم نمود. وی از خونیاگرانی بود که شاید در یک سده یک بار نصیب قوم می شود. دلم مثل آسمان این شهر بیگانه گرفته و در سردی شبیه زمستان استخوان‌سوز غربت است. مایوس و بیچاره ام. ذره های برف به شیشه تیریزه می نشینند و مانند عشق جویه می شود. دلم می گرید اما چشمم نه. فکر می کنم هستم اما با خود نیستم. روحم این کالبت فرسوده را در گردش چرکینی پیاده‌گرهای ناروفته پرتافته بود در میان هزاران فرسخ. با روح او روی سبزه ها نشسته آنقدر در صحبت گرمند که در پیش آنها بید و سفیداران تیت و خاران سرخم می کنند. سوزنک و گلپرک ها باشد در دور آنها می چرخد. از دریا بوی تازگی و آزادگی می آید و از کوه پیام غرور و صدای بلبل به گوش می رسد. بلکه صدای خود او دلانگیز، بی آخر، مخملی، پرحجم و فاجعه‌ناک. یک روز از او خواسته بودیم ناله سر دهد تا بشنویم. تا چند دوام کرد با یک شرط، با آواز و نه بلند و نه پست، به مثل یک مرام، به مثل صوف می توانست تا آوازش بدود. نمیدانم انسان چقدر می تواند یک نفس به شوش گیرد و در زیر آب بیستد. اگر او صدایش را بازی میداد شاید از 5 دقیقه هم میگذشت. کارمندان بخش موسیقی رادیوی تاجیکستان میگویند وقتی که اولین بار خواستند سرود عالم بابایف را ثبت کنند همه صداگیران میکروفون های استودیو ویران شدند. ظاهرا این صداگیرها را با نظر داشتی آواز نساخته بودند. خدا به صدای داده بود که به کم کسان نصیب میگردد. آخر اگر به همه میداد همه پاوراتی یا باچلی میشدند. شیخ مسلم‌الدین سعدی شیرازی در گلستان 5 طایفه را عرض می‌گذارد که خوش صدایان در این رده در جای چهارم خوش آوازه که به خنجره یعنی گلوی داوودی آب از جریان و مور از تریان باز دارد و به وسیلت آن فضیلت دل مردم سعی کند. چه خوش باشد آوازی نرمی حجی به گوشی حریفانی مستی سبب. مهر آواز زیباست که از حجی نفس است آن خودتیره. با این اقتباس یک عادت عالم را به یاد آوردم. وی میتوانست سر هر موضوع از جامع حافظ سعدی
و مولانا بیت و قطعه آورد و صحبت را به سطح برآورد. سلیم ابزار محفل اسکندر تنبوری از روی نقدهای در واخوری‌های گوناگون دوره کودکی‌اش را این گونه تصور می‌کنند که اکثراً در محفل سازندگی و خوانندگی سپری شده است. در حولی او بالاخانه هست که میگفت از پدرش به میراث مانده است و در آن همیشه صدای موسیقی بلند میشد. خانه آنها از مسجد و بازار شهر 2 محله فاصله دارد و تقریبا همیشه پر از مهمان بوده است. پدر عالم اسکندر با نام اسکندر تنبوری شهرت داشته است. از خوانندگان ششمقانی بوده، سور و معرکه مردم را آباد و شاداب می‌کرده است. عالم هنوز 4 ساله بوده است که پدرش به استای شناس خود تنبورچه برای فرمایش می‌دهد. کودک ساز در دست بزرگ شده، حتی کشیده است که در محفل‌های پدر نوازندگی کند. مادر عالم نیز زنی باسواد بوده است. این نقل می‌کرد که در کودکی بارها شاهد بیت‌برک والدین خود شده است و اشعار ریدکی و حافظ یا بیدل و سعدی را نخستین بار از مادرش شنیده است. حالا به صحنه راهبری انسامبلی نوای پنجکین علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شاگردی اولین عالم بابای حامید بابامرادوف را به صحنه دعوت می‌نماییم. مهمان و میزبانان، من اولا از نام خودم، از نام تمام صنعتکارای شهر پنجکین برای تشکیل کردن همین جماعت، برای تشکیل کردن یا بودی استادم علی بابایف minnatdori میکنم و البته استاد نمردین نمیمورم. این خیلی بزرگا جاویدانی هستن. البته یک سرودی که من برایشان ایجاد کرده بودم پیشکش شما می‌نمایم. شما حضرتی داود آغاش واکن بابدی مروی را بیگو تنبا ساز کن.
تاجیکستان رفت نقطه فهم و نقطه سنج و نقطه دان رفت ربی لاله های یاله را زیر سرش مانی آلیم تارش در بغل مانده نوایش رفت بلبلی چشم تامی تاجیکستان ای خونیاگری اندل باهن تو را یاد میکنم تو را پیش چشمان خود میخواهم ببینم تو را در خاطره ها پیدا می نمایم روزها در دقیقه ثانیه ها به من حکایت می کنند سرودهایت مددگارم شدند از درد به خود پیچیدی جگری پاره پارد دیگر به جسمی از درد سوختد خدمتش را به آخر رسانده بود خود به خود زیر لب گفت بیمایمت که در دل تنگم چه ناله هاست چون نای به هم نفس آشنا رسم خاطره ها از روزگاری عالم بابایف روزنامه نگار شهاب‌الدین حق نظر عالم بودی در شناخت زندگی در هنر و هنروری خواستند که کسب ازلی دلت را دیگر کنند و دیگر دانشگاه مجبوری داخل کردند داخل شدی چند برای دل پدرت آن دانشگاه را خواندی ولی کجا عالم تواند به خواهش دلش زندگی کند رفتی خواندن را پرتافتی آهی سبوک کشیدی و گفتی من می روم و برق زنان شعله آهم ای هم نفسان دور شوی از سری راهم پدری خونیاگرت دید که تو را دیگر کردن از راه گرداندن مشکل و تاری را که به نزدیکی خریده بود به تو داد پدرت عمک اسکندری تنبوری خندید و تو را به آغوش گرفت باری اول تیز تیز زدنی دل پدرت را شنیدی تیز رویت را گرداندی و اشکهای چشمانت را پاک کردی آن روز آن وزنینی از دور شد افتاد آن خاموشی و سخنهای در دل گره خورده گشاده شدند گویا در حولی پدرت توی شد با یار و دوستان و پیوندان تو به دانشگاه هنر و صنعت داخل شدی سرودهایت یکی پی دیگری در عید و ایام در جشن و جمع‌آمدها صدا می دادند چون اوج را می گرفتیم همه انگشت حیرت می گزیدند در پایه او سراینده نمی توان یافت صنعتش بسیار بلند سرودهایش دلپسند آفرین به چنین آواز صنعت نوتکرار بعضا ناتوان بینان و حسودان و بیهنران تو را نه می‌زدند پروایی نداشتی گویا آنها وجود نداشتند در چند انسمبل کار کردی در گنجینه میدان هنری خود را آن سال بود پیدا نکردی در انسمبل ششمخان نه به آرزوی دلت می‌رسیدی که نابسامانی‌ها سر شد ناعلاج رفتی در زادبوم خود در شهر باستانی پنجکین خواستی کار و فعالیت نمایی انسمبل تشکیل نمایی باز به پایتخت آمدی
ولی بی‌پروایی را دیدی. به جای و مکان بودن تو را عذاب داد. باز زادگاه رفتی. قهرت می آمد. غرورت بالا می گرفت. می رفتی و با درد با علم بر می گشتی. پس آن به ایجادکاری داده شدی. در پایتخت یک کنسرت دادیم. اما گویا مجبوری بود. ولی در همین صحنه هم همه را قایل کردیم. در بستر درد یک فرزندان را به آغوش گرفته و به همسرش گفت خیر راضی شو. همسرت سر تو را به سینه‌اش پخش کرد و گریست. گریه نکن، تقدیر همین بود است. من در دهر نگنجیدم. راه‌های همه ما یک است. طبیبان به بالای سرت آمدند، پیوندانت در پسی در، چشمان خستت را به در دوختی و یک نره دلریش زدند. روزی ازلم ناله از رفتن جان است، از یا جدا می شوم این ناله از آن است. صبح دست بر سرت برد نور ریخت، چشم بر سوی تیریزه کردی، چهره های گرمی فرزندانت را دیدی. همسرت با دیده اشکبار به زور لب گشاد عالم جان ما همه آمدیم، فرزندان به جان و حالم نماندند. نگاهت برق زد خود را چون همیشگی از درد بالا گرفتی، خواستی آن را زیر پا کنی، مغلوب سازی. خوب کردید که آمدید، من صدقه شما شوم. با آه و اشک بیدار شد و آواز عالم را از خانه دیگر شنید. دید که دخترکانش با اشک‌های شش قطار همین سرود را می شنوند. برای همین سحر بر وقت با فرزندان به بیمارخانه آمد. تو شهسوار صنعت بودی، در آن محفلی که تو باشی کسی یاروی سرودخوانی نمی کرد. آواز شیرین و فلکگیرت همه را اسیر و بنده کرده بود. در آن محفلی که تو باشی سفت و نوا گل می کرد، می درخشید. یک نعره شیرانت همه را به حیرت می آورد. آخر تو در سفت و نوای تنبور پدر خود را شناخته بودی. در سرود جاویدانه علیه مادرت خویش را پیدا کرده بودی. با عالم و آدم با چشم دیگر می نگریستی. تو در این دنیا نمی گنجیدی. و هنر استعداد خود را به مردم نشان دهم و از شما خواهش می‌کنم که به هنر استعدادی من بها دهید. مایلش پسرم مرحمت.
عالم جان پسرم، ما امروز خیلی خرسندیم از صدای تو، از هنری تو. چه خیلی که میگویم در عائله بلبل فقط یک بلبل به دنیا میآید. بلبل عائله ما تو هستی پسرم. الها خداوند به کسب و کارت برکت دهد. تو هنرمند خیلی خوب هستی، ما با تو میفخریم. حالا سخن به روزنامه‌نگار کاتبی مطبوعات دستگاه رئیس شهر پنجکن محترم بابا صالح‌زاده. ممنون. عالم یک شخصیت غیر عادی بود. مثلا قطار عوام نبود. غروری خیلی بزرگ داشت. همراه رحمتی رازق و برینسا خدا رحمت کرده باشد یک نقشه کشیدیم که یک برنامه هنری عالم یک کنسرتش آماده میکنیم و اون سالها اندک دشوارتر بود. خواستیم به عالم کمک شد و گفتیم که ما همین ارزنده ترین انسان های جیغ میزنیم و عالم گفتیم که تو آماده کن برادری جان برنامه کنسرتت بهترین سرودات. گفت که شما اول همه روی خطی کسایی که دعوت میکنید من رو پیشکش کنید بعد من آماده میکنم. ما اونجا در قطاری مثلا اهل زیا و دیگر چند نفر صاحبکارهای پولدار هم مانده بودیم. گفت که اگر همین ها باشن من سرود نمیخونم و با همون برنامه کنسرتی برگزار نشد. این خیلی خاطره ها زیاد است ما در کتاب ثبت کردیم و بهترین چیزی که کاری که مقامات اجرایی کلی دولت شهر با دستگیری محترم رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده کردن این کاخ فرهنگ به نام عالم گذاشتن است. و یک چیز دیگر از همین منبر استفاده بوده گفتنی هستم که عالم در انتخاب شعر نه کمتر از شاعران بود. دوستای عالم کی بودن؟ مثلا اهل زیا بودن بیشتر، شاعرها بودن، دخترها بودن، نفرهایی بودن که به شعر به سخن ارج میگذاشتن. من در یاد ندارم که در قریب همه سرودهای عالم گوش کردم وقتی بودنشم و این روزم در یگان جا من نقص نمیبینم در شعر، هم در سراییدن و هم در انتخاب شعر. یک وقت یک خاطره دیگر رو بگم کوتاه میکنم. یک شعر درباره جوانی عالم دارد و همونجا در وزن اندک کاهش رفتگی و عالم من در مطبعه بودم. عالم یک روز در آمد همونجا نشستیم گفتم عالم جان آیا میشد که همین بازخوانی کنی که من در همینجا با کشیدن آواز گفتم وزن درست نمیشه. گفت که همین از کجا فهمیدی تو؟ و من چند سال باز میخوانم. من گفتم خواه آخر گفت که این علاقه 5 شدگی من دیگه اصلاح کردن نمیتونم. از همه مهمتر آنهایی که به سرودن و به شعر و به حافظی شوق دارند و آینده همین پیشه انتخاب میکنن باید از عالم در انتخاب شعر در انتخاب موسیقی عبرت گیرند. در باره عالم خیلی زیاد گفته میتوانم. همه چهره ها همه دوستای عالم همصنفای عالم میبینم. گمان میکنم که خاطره های آنها برای بزرگداشتی عالم ارزگذاری به عالم کمک زیاد میکنم. تشکر برای توجه. حالا سخن به شاعر روزنامه‌نگار و رئیس بخش اتفاق نویسندگان شهر پنجکن استاد اسماعیل ظریفی. مرحبا. بعد مرگم دوستانی من به قدرم میرسند. اهل و بیت و وارثانی من به قدرم میرسند. عالم
از دوره جوانی در توی‌هایی که عالم نو تار به دست گرفته بود ما به او برندگی میکردیم، ما او را یاد داریم. با سرودهای عالم به وای رسیدیم. در اینجا من سخن را دراز کردن نیستم. یک پاره شعری که ممکن زیادتر باشد، دو شعری که همین شب ایجاد شد برای شما قرار میکنیم. عمری مختصر، سرودی زندگی را بال و پر بود، برای پیر و برنا معتبر بود. بروز ار بود او خورشید تابان، به شب هم پایه نوری قمر بود. به باغ صنعت دلجوی تاجیک درختی پر ز شاخ و پر ثمر بود. صدایش بود جانبخش و گوارا، صدایش بود جانبخش و گوارا، به کام عاشقان گویا شکر بود. بزیبد نام او بر قصر فرهنگ، بزیبد نام او بر قصر فرهنگ، که بر فرهنگ ملت بام و در بود. بماند نام او تا شش مقام است، بماند نام او تا شش مقام است، که او فرزند خوشنام هنر بود. به این دریادلی و بردباری، بر این دریادلی و بردباری، ولی افسوس عمرش مختصر بود. شعر دیگر، عالمی از دوده اسکندری، نور میبخشی به الفاظ دری، نور میبخشی به الفاظ دری، تا ابد در ملک صنعت سروری. با سرخباری سرزمی خیشتن، با سرخباری سرزمی خیشتن، میکنی تا جاویدان سهرآفرین. مرغ خوشخوانی گلستان ایران، بلبلان را در چمن بال و پری. باربد در پیش رویت هیچ بود، باربد در پیش رویت هیچ بود، راستی در سبقت خونیاگری. با همان لحن خوش و آواز خوش، اهل دل را تا ابد تاج سری. تو نمردی و نمی میری دیگر، در سمای دل فروزان اختری. دائما در بزم اقلیم وفا، با همه دلتشنگان همساغری. نام نیکت قرنها یا بددوام، نام نیکت قرنها یا بددوام، عالمی از دوده اسکندری. بابایف قابل جان همسی و همپرده استاد عالم بابایف را به صحنه دعوت می‌کنیم. من می‌نداره خودم را به تشکیل کنندگان این یادبود همصنفی ما عالم بابایف می‌نداره خود را می‌رسونیم. ما فخر می‌کنیم که با همین عالم بابایف 10 سال در یک سال خواندیم. آوان کودکی ما در همین مکتبی رقم 3 گذشت. همان سالها بین ما با یک مهر و محبت بود بین همصنفا. مثلا آوان کشتکار بهاری میشد، اگر همصنفا خانه ما با می آمدیم یا خانه عالی با می رفتیم یا خانه دیگرش با می رفتیم که همین دستگیری میکردیم یک دیگر رو. باز همین دوامی خواندن با عالم
یک خصلت خاص خودش را داشت. در هر شب نشینه ها با همصفا به عالم نمیگذشت. آنجایی که عالم بود همونجا خرسندی و یک بزمی نمونوی میگذشت. وقتی که ما سال 1975 این درگاه را تمام کردیم، مکتب میانه را، قریب که نیست زیادی همصفای ما دانشکده‌های عالی به قبول شدند. آنجا عالم هم نیست بود. عالم اول اینستیتوت پداگوژی به داخل شد. آنجا داخل شد و خیلی میدیدیم دوشنبه یکم شوق و هوس نداشت پداگوژی با. اکنون و شوقش صنعت بود. خیلی نیم سال زیاد خواند، دید که و نشد، بعد بس کرد و آمد و صفی ارتش برفت. خیلی صفی ارتش رفت و هم تمام کرد اومد. این برای شما خاطره افتاسیم، خاطره که دما ماندگی. خیلی آمدن ارتش تمام کردن، آمدن باز خواندن در کار بود. عالم و دانشگاه صنعت حجتش سپردن. خیلی خرسندیش همتون نداشت. دانشگاه با امتحانهای قبول سپارید، از کنکورسی و گذشت. همان وقتا هر کس خوابگاه بنده بود. من خودم در نزدیکی همین اینستیتوت صنعت خوابگاه نیو یک حولی به اجاره به میشتم. بعد خودرحمتی هیچگاه خاطرم نمیبرد. خودرحمتی پدرش گفتن، آمدن و گفتن که همین عالم همراه ایستاد، گفتن همین و اجاره که تو شتگی. بعد خیلی بسیار خرسند شدم که ما 10 سال یک جا خواندیم و با یک جا زندگی میکنیم. آن وقت من 5م کورس بودم و عالم 1م کورس. خیلی آمدیم چیز کردیم. همونجا با من عالم دیدم که چه خیلی محنت میکند، چه خیلی کتاب‌های کلاسیکی هم میخواند، چه خیلی آهنگ میسازد. شب دراز از همون کلاسیکو سعدی، بعد از حاضر و باقر رحم‌زاده نیست شعراشون آهنگ به در آورد. من شبا میدیدم که عالم بسیار میخواند. همه محنت‌های عالم بود که من حکومت خطر کردن. من اینجا نامی عالم فرهنگ بماندن. ما بسیار خرسند. ما میفخریم که با همه عالم یک سیب بخواندیم. آن شخصایی که من میبینم درباره عالم گپ میزنن، ما میگیم همصنف. من فخر میکنم که همین عالم بابایف همصنف ما. گفتنی که نام همصنف من اشتنی جبه عالم همه وقت در یاد ما. عالم همیشه زنده یاد است. رویش شاد باشد. حالا همسری استاد زنده یاد عالم بابایف را با صحنه دعوت می‌کنم. من مینداری خودم را اول به رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده مینداری خودم را اظهار می‌نمایم. من این خیلی فکر نکرده بودم. رحمت به همون کس، به همه شماهانم رحمت. من از زمین تا آسمان میندارم. عالم بابایف خطب کننده همین مکتب بودند و لیکن مکتبشون رو، استادانشون رو سخت دوست می داشتم. خیلی عالم بابایف حیاتای نغزم دیدن، خیلی بسیار غمگین می شدن. همین صحنه ها با اون کس تنگی می کرد. می گفتن که من صحنه بلند به خواندن می خواستم. خیلی روید به صحنه بلند می گفتیم. می گفتن درون سینه سردم دلی صد پاره می گرید. اون طرفش چی بود؟ خودشان میدونن. مادرشان رو، دادر و خواهرشان رو، عائله رو، بچه ها رو دوست می داشتن. آواز بزرگترین آواز مادرشان بود. خیلی پدرشان هم بودن، با آواز مادرشان بود. بعد میفتن ایا مادر بدون سان بیسوادی
نخستین استادی من تو بودی. همین خیلی اونقدر مادرشان رو بسیار دوست می داشتم و هرچندی که در زندگی اون کس با یک وی غرورشون بلند بود. اون کس عالم بودن، عالمی شعر و سرود، عالمی شش مقام، عالمی بسیار چیزها بودن. یک لحظه حیات رو گویم به شما، شعر را خوندن با شاعره مهرنیسا تلفن کردم. گفتم معلمه جان همین شعر به غربت حسرت دل را من کم ترک دیگر کنم میلش نی. ای عالم جان شما خودتون میدونید میلش اگر دیگر کنیدم چه خیلی که شما به مقدور باشد همین خیلی خونید خرسند میشدن. دوست میداشتن شاعرها رو برای میفتن اشکم ولی به پای عزیزم چکیدم و از خلق خود میندور بودم و همین رو گفتنی هستم که عمرشان وفا نکرد که اون کس عنوانی و ارتیست خلقی رو گیرند. بسیار آرزو داشتن که اون ارتیست خلقشان بعد اخیران زق شدن و گفتن ای عنوانی من و خلقم نگفتن. از نام خودم، از نام اهل عالم به همه شما رحمت میگویم، منتدار هستم. بزرگان ما گفتند که پس از مردن مرا بر یاد آرید، همیشه در قطار خود شمارید. اگر خواهید که روحم شاد گردد کنید گل را روی قبرم بذارید. قدر و قیمت و آدم و آدمگیری همین است برادرها. ما باید تمام عزت و احترام خدا ما در زندگی کنیم. از فرصت مناسب استفاده برده در نزد مهمانان به حاضری و معلمات تاجیکستان یونسی و خوانندگان صنف‌های 8 و 10 که در این چاره‌بینی سهم ارزنده گذاشتند از نام خودم و از نام ماموریت مؤسسه تحصیلاتی بنیانی رخنیسه اظهار سپاس می‌نمایم و در قطار همین با همه آن مهمانانی که از راه‌های دور و نزدیک قدم رنجه کرده اومدند دعوت ما را پذیرفتند و نادیده نگرفتند اظهار سپاس می‌نمایم.